خورشید بالا آمده بود. پری تازه وارد که بر برگ تازه رویده گیاه خود نشسته بود، به سایه روشن‌هایی که تابش آفتاب بر گیاهان پدید آورده بود نگاه می‌کرد و به تأثیری که نور خورشید بر آب حوضچه کوچک کنار حیاط می‌گذاشت. درخشش آب حوضچه او را مسحور خود کرده بود و در همان حین برای اولین بار متوجه گیاه نازکی شد که در شکاف بین حوضچه و موزاییک‌های کف رویده بود. گیاه سبز خودرویی که گل‌های بسیار ریز زرد رنگی داشت. پری تازه وارد به سمت اون گیاه خودرو رفت، در جستجوی پری ساکن آن، ولی هرچه نگاه کرد اثری ندید. این گیاه نخشکیده، هنوز زنده است. پس حتما باید یه پری ساکنش باشه. او عادت داشت با صدای بلند فکر کند و همین باعث شد کسی صدای او را بشنود. منم، پری اون گیاه خودرو منم. پری تازه وارد نگاهش را بالا برد و پری بسیار زیبای ظریفی را دید که پوست صورتش از سفیدی می درخشید و موهای طلایی‌اش با رنگ حریر زردی که بر تن داشت در هم می آمیخت. سلام، میبخشی من اصلا متوجه تو نشده بودم. پری موطلایی با صدای بسیار ظریف و آرامی جواب داد: بیا بالا تا برات بگم. و این شد که آن دو بر لبه حوضچه نشستند. پاهای خود را در آب آن فرو بردند و تصویر درختی که کنار آن بود را در آب تماشا کردند. خب چی میخواستی بگی؟ من خیلی میترسم که گلفروش یا شاگرد گلفروش بیان و گیاه منو از ریشه در بیارن. برای همین اغلب میرم زیر آب تا نبینم تو حیاط چی میگذره. پری تازه وارد خندید و گفت: شاید بهتر باشه ببینی چه خبره. اون موقع ممکنه بتونی یک کاری بکنی گیاهتو نچینن. بعد هم دست پری موطلایی را گرفت تا با هم در آب فرو روند و در عمق آب حوضچه شنا کنند.